اگه تو هم مثل من شکست عشقی خوردی، اونم به بدترین نحوش، یعنی نه تنها طرف خیانت کرد، گذاشت رفت، بلاکم کرد، استوری هم گذاشت، آهنگ شادم گذاشت، تازه رفته با یه 2000 داغون که فقط از خودت میپرسی آخه چرا اینو حتما تا آخر گوش کن. سلام رفیق، خوش اومدی به این قسمت، چون قراره مثل یه چای داغ تو دل زمستون یه ذره گرما بده. اول از همه بگم آره دردت رو میفهمم، اینجا قرار نیست بگم فراموشش کن، چون میدونم اگه فراموش کردنی بود الان به من گوش نمیدادی. ولی یه چیز بگم، شکست عشقی پایان دنیا نیست، یه جورایی مثل ریستارت گوشی میمونه. اولش همه چی کند میشه، میپره، هنگ میکنه، ولی بعدش یه نفس عمیق، یه رفرش و دوباره برمیگردی به بازی، تازه قوی‌تر، جدی‌تر و باهوش‌تر. تو این مسیر میخوام با هم بخندیم، یه ذره گریه کنیم اگه شد، و در نهایت یه مسیر پیدا کنیم برای بازسازی خودمون. چون تو از یه رابطه جدا شدی، نه از خودت، و خودت هنوز اینجایی و این یعنی هنوز امید هست، چون نزدی خودتو بکشی. پس بیا با هم بریم یه دل شکستگی رو به فرصت تبدیل کنیم. قول میدم تهش یه لبخند رو لبت بشینه. تو ارزشش رو داشتی، اما اون احمق بود و نفهمید تو چی هستی. یعنی چی؟ یعنی تو یه کاخ بودی، اون دنبال چادر مسافرتی بود از این سفیدای هلال احمری. مشکل از تو نبود، انتخابش اشتباه بود، و اگه الان رفته فقط راهو باز کرده برای کسی که واقعا میتونه قدر تو و دل تو بدونه. مشغول شو حتی به کارهای الکی، فیلم ببین، کتاب بخون، ترجیحاً رمان عاشقانه نباشه که دوباره بگی اون اینطوری بود، وای منم واسش اینطوری بودم. برو کلاس، حتی اگه شده برو بشین توی پارک و پرنده ها رو بشمر. ذهنت رو درگیر کن، البته با چیزای درست. با خودت مهربون باش، مثل یه دوست خفن. وقتی خراب میشی لازم نیست سر خودت داد بزنی، بغل کن خودتو، بگو اوکی خراب شد ولی هنوز زندم، هنوز قلبم کار میکنه، هنوز میتونم عاشق شم، ولی این بار درست. حالا که هنوز اینجایی و گوش میدی، بذار از اینجا شروع کنیم. اولین مرحله، قبول کن که داغونی و زده ترکونده. آره همینه. لازم نیست ادای قوی بودن رو در بیاری، لازم نیست تو استوری بنویسی Life goes on در حالی که شب تا صبح با آهنگ چرا رفتی اشک ریختی. بذار اشکت بیاد، بذار دلت بگیره. حتی اگه دلت خواست چای رو با نمک بخوری به یادش، بخور. این یه مرحله است، اما مهم اینه که توش گیر نکنی. هرچی یادگاریه بنداز دور، یا لااقل بذارش ته کمد، چون الان وقتشه که از فضای اشغولانه خارج و یکم اکسیژن سالم تنفس کنی. بذار یه رازی رو بگم، تو ارزشش رو داشتی، اما اون احمق بود و نفهمید تو چی هستی. یعنی چی؟ یعنی تو یه کاخ بودی، اون دنبال چادر مسافرتی بود از این سفیدای هلال احمری. مشکل از تو نبود، انتخابش اشتباه بود، و اگه الان رفته فقط راهو باز کرده برای کسی که واقعا میتونه قدر تو و دل تو بدونه. مشغول شو حتی به کارهای الکی، فیلم ببین، کتاب بخون، ترجیحاً رمان عاشقانه نباشه که دوباره بگی اون اینطوری بود، وای منم واسش اینطوری بودم. برو کلاس، حتی اگه شده برو بشین توی پارک و پرنده ها رو بشمر. ذهنت رو درگیر کن، البته با چیزای درست. با خودت مهربون باش، مثل یه دوست خفن. وقتی خراب میشی لازم نیست سر خودت داد بزنی، بغل کن خودتو، بگو اوکی خراب شد ولی هنوز زندم، هنوز قلبم کار میکنه، هنوز میتونم عاشق شم، ولی این بار درست. ما قرار نیست یه نسخه بدیم و بگیم برو این کارو بکن حالت خوب میشه. قرارمون اینه با هم بریم جلو، هر قسمت یه قدم. پس بزن بریم که دهن اون خائنین 2000 رو آسفالت کنیم.